نکنین ازش. خاطره ها تندتر از ما میدونن، بهمون میرسن، یه جای بدی گیرمون میارن. اگه دوستش دارین حفظش کنید با چنگ و دندون. همیشه اونجوری نمیشه که ما منتظر بشیم. تو زندگی رازهایی هست که به زبون نمیاد، باید راز مگو بمونه. دوست داشتنی با معرفت. من در سکانسی که با آقای نصیریان داشتم با من نقشم نباید دست ایشونو میبوسیدم و خیلی ناراحت بودم. امروز دوست داشتم که جلوی دوربین ها دست شما رو ببوسم، ولی که اونجا خیلی اذیت شدم از اینکه نتونستم این کار رو بکنم. خیلی ممنونم از شما. من سلام عرض میکنم، شب همگی بخیر. و اینکه من هم جزء اون مخاطباییم که دوست داشتم قباد به شهرزاد میرسه.